بسم الله الرحمن الرحیم. طبیب چیکل هستم. ولایت پروان، قریه چیکل. 0799 75 74 08 شماره هست و واتساپ ما هست. برادر ما مهدی جان از پاکستان 1 سال پیش آمده بودیم. یوتیوبر ما به نام موین مهرزی است. درست است؟ از شما فیلم گرفت. صحیح است؟ از شما همینجا فیلم گرفت. بگذار که از شما فیلم گرفت. درست است؟ و مردم به شما هر چیز گفتن در تیک تاک. گپای خراب زدن. صحیح است؟ و ما شما مصداقی کردم خیر است. بگذار که باشه. 1 سال پیش شما پیش من اینجا آمدی و اینجا فیلم شما هست. کمر شما رو وقتی من دیدم بدون چپرکاتام نبود، روی بالا شما کار کردم. درست است؟ در چی حال هستی؟ والا الحمدلله حال بیشک بسیار حالتم خوب است و از سابق کردن نه دردی دارم، نه موری کمرم درد میکنه و نه پایم که زانوام درد میکنه. خدا رو شکر 100% خوب شدی. الحمدلله. و حال 1 سال بعد آمدی. بله. به خاطر چی آمدی؟ به خاطر یکم زیر مشکلات جگر داشتم، هم در معده امور. یعنی با شما دوا گرفتم جور کردم. درست است؟ بله. گفتم این دوا. حالا پس پاکستان میری؟ بله. خب آیا با مردم چی گفتنی داری خودت؟ خلاص میخواد بگو که آیا تو جور شدی چی گفتنی داری؟ از شاید ناحق پریز کنن و برم هیچ چیزا نمیشه، فقط یک دفعه تجربه کنن، بهترین کار این تجربه است و مراجعه کنن، بهترین مراجعه. قربان شما شما. قربان شما. مهدی جان. بله. حاضر تاستر محکمه هستی؟ بله. نمبر شخصی دام گرفتم، نمبر هم داری. بله. پاکستان هم میدی. درست است؟ شما همین نبودی؟ بله. درست است؟ صحیح شد. دیروزم خواهرزن یک دقیقه. پیداش کردم نه؟ این موین مهرزی است. کدام قسمت ما خود طبیب خبر باشیم نگه. دیگه. درست است؟ نبی پدر جان. همی هستی؟ بله. خب ببین پدر. اینا صحیح شد. صبر کن. من که گفتم باز تو بگو آیا نه. صحیح شد؟ اینا نیست نه؟ صحیح شد نه؟ باز پس میایم به این قسمت. درست؟ خب این فیلم شما بود. درست است؟ بله. خیلی خوب. این موین است. اونا جوش میبری بخیر ان شاء الله. همیار از شما ان شاء الله بخیر کار میکنم. اما کارکرد شما رو نمیگیرم. قربان شما شد. میشی. خب میشی. سایتان جادی است. این هم موین بود. درست است؟ خب کسانی که باور نمیکنن، کسانی که در کامنت میگن و گپای بیرات میزنن یا چیزایی میگن که من لازم نیست بگم، اگر دکتر هستی چالش برات میتونم، اگر عام هستی، اگر مردمی هستی که سواد نداری یا با سواد هستی، در جمع هر کسی که در فکرش میگرده کار ما را قبول نداره، طب حضرت محمد صلی الله علیه و طب نبوی را قبول نداره، طب گیاهی را قبول نداره، انگشت درمانی را قبول نداره، کلمه بخونه یکی و خلاص. هر کسی که طب سنتی قبول نداره و این برادرم خودش اقرار میکنه. درست است برادر جان؟ به این میگن چرا میگی کلمه بخونه؟ به خاطر اینکه سر ما شک میکنن، سر گیاهی شک میکنن. طب گیاهی از قدیم است. اینا رو بگی، اینا رو بگی یک دقیقه خلاص کن مریضم بگی. خیلی خوب بس اجازه هست که در فیسبوک هم فیلم دیگه کمی نشش میکنم بندازم که دنیا ببینه. قربان شما شما. از ما خوش هستی؟ خدا ازت راضی باشه. قربان شما شما.